شنوندگان عزیز، برید قرارداد رویترزی رو که ناصرالدین شاه برای اجرای راهن سرتاسری ایران امضا کرده بخونید. تمام نفت ایران رو، تمام معادن ایران رو، عملا تمام جنگل‌های ایران رو، گمرک ایران رو میده به رویترز برای اینکه راهن بسازه. یک قدم از این راهن ساخته نشد. رضا شاه همون راهن رو 70 سال یک قدمش رو نساختن، در 11 سال با پول ملت ایران، با مالیات ملت ایران، بخشش با درآمد نفت، بخش اندکیش ساخت. 42 کشور مختلف رو وارد کار کرد برای اینکه این راهن رو بسازه. راهن رو ساخت، وقت شناسی رو مظهر دیگر تجدد راه انداخت. سر ساعت جلسه رو شروع میکرد، سر ساعت انجام. رضا شاه روزی 10 ساعت کار میکرد. ناصرالدین شاه پول رویترز رو گرفت، رشوه 200,000 پوندی، رفت 5 ماه اروپا گشت. خاطراتش رو بخونید ببینید این با پول ملت چه کرد، ببینید در اروپا چه کرد این مرد لاابالی زنباره. ببینید هر جا که میره دنبال چیه، چی میخره. دانشجو به خارج فرستاد. ناصرالدین شاه وقتی که از خارج برگشت گفت دیگه نذارید ملت برن خارج، اینا میرن اونجا فاسد میشن. رضا شاه با اینکه دانشجویانو میفرستاد و برمیگشتن، بعضیاشون مخالفش میشدن، آزاد گذاشت، اضافه کرد تعدادشون رو. اینایی که میگن این کارا رو انگلیس میکنه، انگلیس کرده. تمام طبقه روشنفکر ایران رو متهم به جاسوسی برای انگلیس میکنن، نوکری انگلیس میکنن. فروغی و داور و تیمورتاش و قزوینی و تپیزاده و لیست بلا انتهاست. اینا که نوکر انگلیس نبودن، اینا در رضا شاه شخصیتی بودن که میتونه، با اینکه دموکرات در مفهوم لیبرالیش نیست، دموکرات در این مفهومی که میگه یهودی حق داره تو خیابون باشه، زن حق داره تو خیابون باشه، بچه حق داره مدرسه بره، دختر به اندازه پسر حق داره مدرسه بره. اینها حقوق دموکراتیکه، نمیشه اینها رو نادیده گرفت. رضا شاه فرزند با درایت زمانش بود. از روزی که فکر مدرسه برای دخترها شروع شد، آخوند باش مخالفت کرد. تا مدرس متربیش بگه تو مجلس مخالفت کرد. رضا شاه با قلدری، قطعاً با قلدری جلوی اون قلدران فرهنگی وایساد. گفت دختر حق مدرسه داره. واقعاً رضا شاه جامعه میشد. قدم به قدم این مملکت رو تقریباً رفته بود پیاده. بی سواد نبود، سواد داشت، کاملاً هم میخوند و خیلی هم میخوند. یکی از اولین چیزایی که میگه ما با شاهنامه رو پیدا کنیم. هرگز نمیگفت که باید مقلد غرب باشیم. گفت ما باید هویت ایرانمون رو حفظ کنیم. میگه ما ایرانی داریم که سرمشق جهانه. ما باید اونچه که در گذشته خوب داریم اونها رو بر بکشیم، حفظ بکنیم و فن رو از غرب یاد بگیریم تا اونجایی که به دردمون میخوره خودمون هم انتخاب بکنیم. رضا شاه با اسلام مخالف نبود. رضا شاه با آخوندیسم مخالف بود. با اون اخوی مسئله داره که